هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. دو روز اخیر دقیقاً روزهای 4 و 5 نوامبر سال جاری دوشنبه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان میزبان یک همایشی با شکوه علمی نظریوی بین المللی تحت عنوان سهم ابن سینا در علم، فلسفه و تمدن جهانی بود و در این روزها دایره‌های علمی داخلی و خارجی در مرکز مجلسگاه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان جمع آمده سر سهم ابن سینا در علم، فلسفه و تمدن جهانی صحبت‌های جالب علمی و اختصاصی انجام دادند و در حاشیه همین همایش بین المللی که با افتخار 1045 سالگی دانشمند، متفکر، فیلسوف و طبیب بزرگی فارس و تاجیک ابن سینا بخشیده شده بود، اختصاص یافته بود، ما یک دو صحبت انجام میدهیم با حضور دانشمندان، فیلسوفان و مخصوصا شرکت کنندگان همین همایش و نشر اول همین برنامه ما با حضور دکتر علم‌های فلسفه پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دیرکتور مرکزی آنتروپولوژی نظر ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان استاد ارجمند مظفری، محمد علی مظفری صحبت میکنیم و صحبت ما در موضوع تصنیفات یا کلاسیفیکاسیون علم ابن سینا و ابن سینا به صفت یک علم شناسی معروف اصل میانگی و جهانی. همین صحبت در این موضوع میکنیم. استاد خوش آمدید و ناگفته نماند که استاد مظفری در چندین برنامه‌های ما شرکت کردند و یکی از مصنفان یا تصنیفگران اساسی علم در شرایط نوی تاریخی و مرحله نوی تاریخی میباشند. سالهای زیاده از 20-25 سال سر همین موضوع تصنیفات و تصنیفات علم کار زیاد کردند و اون به اصطلاح کلاسیفیکاسیون یا تصنیفات خودشان را معرفی کردند. در مثلا سطح دولت‌های که دولت‌های مستقل معروف هست، در سطح اکادمی هم هست، صاحب اجازتنامه پتنت هم شده است. خوش آمدید استاد و از اینجا شروع میکنیم که ابن سینا به صفت یک علم شناس بر اساسی بر مبنای تجربه تصنیفاتی که در قدیم بود، در زمان مثلا ارسطو و فلسفه یونانی بود، در اساس اونا و آنچه که دریافته بود یک به اصطلاح کلاسیفیکاسیون یا تصنیفاتی را در ساحه علم انجام داد که تا امروز باقی مانده است و از اون در بعدا استفاده بردن. از همینجا شروع کنیم که زمینه‌های تصنیفات ابن سینا از کجا هستند، از کجا سرچشمه میگیرند و چی منبع‌ها را گرفت و تصنیفات خودش جور کرد. فرمایید استاد. تشکر. خب شما بسیار درست قید کردید که ابن سینا در صفت علم شناس، این علم شناسی اساساً در تاریخ فرهنگ، در تاریخ فلسفه، در تاریخ علم از همین تصنیفات آغاز می شود. اگر که تصنیفات که نباشد، نه در باره دانش، نه در باره دانش علمی و در خودی در باره علم سخن گفتن نمی شود. فقط سخن در همان مورد، در همان شکلی که با شاخه های گوناگون علم جدا شده فقط در چنین شکل گفتن ممکن است. اینه که علاقمندی هر یک سمت را فقط ما در شکل تصنیفات میبینیم. این یک. دوم که تصنیفات یک معیار یعنی پذیرفتن دارد. اگر که تصنیفات در شکل نثر یعنی نامبر کرده شود، اگر این شکل تصنیفاتی در قالب امروزی که در شکل سخیماتیکی یا که در شکل جدولی نباشد، اگر قابل قبول نیست. از همین جهت ما از نقطه نظر ابن سینا بینیم که خودی تصنیفات سینا سرچشمه از کجا میگیرد، در کدام شکل یعنی قالب گرفته و بعد از خود ابن سینا با چی دیگرگونی در همین تصنیفات وارد شده است. یکم که تصنیفات ابن سینا سرچشمه از تصنیفات ارسطو میگیرد، نه بلکه تصنیفات ابن سینا بلکه تصنیفاتی که در تاریخ علم شناسی اروپا حاضر یعنی جای دارد، اینم از خود ارسطو سرچشمه میگیرد. لکن در یگان تصنیفات متفکران همین پای در همی که پره که
ابن سینا بیان کرده است در این شکل وجود ندارد. انا اکنون چی خیلی همین تصنیفات ما چی خیلی اینا بها داده میتونیم. یکم که ارسطو همه علم ها را با علم های نظری و علم های عملی جدا میسازد. اکنون یکی از باز همکاران همین اینستیتوت گفتن که استاد در تصنیفات ارسطو 3 منبع هست، یعنی علم نظری، علم عملی و زیبایی شناسی. چرا در ابن سینا همین شاخه سیوم نیست، وجود ندارد؟ استتیکا یعنی استتیکا وجود ندارد. اکنون برای این بسیار کار کردن در کار که در کدام اثرهای بیشمار ابن سینا مسئله استتیکا زیبایی شناسی آورده شده است که یا که به طور دانسته یا نادانسته یا که در کدام اثرش هست که در تصنیفاتش وارد نشده است. ما فکر کردیم که ابن سینا ممکن که در همین علم‌های طبیعت شناسی در موسیقی وارد کرده شده باشد، لیکن موسیقی این یک جزء استتیکا، یک جزء استتیکا که بسیار کسان گفتن که نه، سنت شناسان گفتن که این مسئله موسیقی خودش همین قدر مسئله مرکب پیچ در پیچ و به خود یک معیارهای دارد که زیبایی شناسی اگر یک جایی کنیم سایه زیبایی شناسی موسیقی را ناپدید می‌سازد. برای همین شاید که ابن سینا همین مسئله استتیکا را جداگانه در کدام اثرهاش گفته باشد. اثرهای ابن سینا بیشمارند. این یک سمت، این فقط یک سمت و سرچشمه علم شناسی ابن سینا را ما تنها از دانشنامه میدونیم. دانشنامه ابن سینا آغاز سخن درباره گروهبندی یا که تصنیفات علم حسابیده می شود. از همین سرچشمه میگیرد. اگر به زبان امروزه علم دانشنامه سینا را در شکل تصنیفات اگر که با مفهوم یونانی افاده کنیم همون گنسیولوژی می شود، معرفت می شود. اکنون در اثرهای ابن سینا تصنیفاتش در شکل نثر گفتگی، یعنی به معنای آن که علم‌های نظری ویرگول علم‌های عملی و تقسیم بندی اینها نامگوشون آورده شدگی است، ولی در شکل تبلیغی یا که در شکل اسکماتیکی جدولی آورده نشده است. نه به هر حال پیوست کردن اینها در شکل این بسیار آسان است. آسان است از همون منطقی که ابن سینا نامبر میکند که من اول این علم‌های نظری، بعد علم‌های عملی و دیگر علم‌ها. الان در همین شکل اگر که بگیریم ابن سینا از یک طرف همین دو شکل علم نظری و عملیش از ارسطو گرفته، لیکن در ارسطو یک چیز دیگر هست. علم‌هایی که خاصه تا به تجربوی هستند، تا تجربوی هستند، علم‌های تجربوی. علم‌های تجربوی را علم‌های هستی شناسی جداگانه هستند و علم‌های تا تجربوی همچون علم معرفتی که یعنی تا به تجربه اینها وجود دارند. مثلا درباره اینها ما سخنی بسیار گفتن ممکن است، وقت درباره مکمل بیان کردنشان نیست، ولی گفتن در کار که مثلا علم‌های هستند تا تجربوی که ارسطو میگوید، بعد متفکرین اروپا هم همین طرفداری میکنن، دستگیری کردن، همین ادامه دادن. یعنی علم‌های معرفتی تا به تجربوی و تجربوی، یعنی تجربویش میشود علم‌های معرفتی، تجربویش میشود علم‌های هستی. اگر به عباره مکمل گیم هستی شناسی. انا اکنون در همین تصنیفات خود ابن سینا فلسفه را در میان گذاشته است. در محور فلسفه است. من همین که اگر که بعدا مثلا شما خودتون نشون کنید در تصنیفات معاصر نوین هم همین در بین فلسفه آمده است. ما همین به این نوبت گرفتیم. یکم که مفهوم علم در یونان وجود نداشت، همون مفهوم با فلسفه افاده میکردن. خودی علم
مادر علم ها ماندن، مادر علم ها دیگرها با همین مفهوم استفاده میکردن. سینا همین استفاده برده است. تقسیم بندیش که از یک طرف علم های نظری هستند، از دیگر طرف علم های عملی هستند، اینو هم آوردگی. انا در همین جا از فلسفه آغاز کرده است و ابن سینا یک علم است که در سرچشمه همین تصنیفات متافیزیک میگن، مابعد الطبیعه، یعنی سرحدی که آموزش جسم های در طبیعت بوده با آخر میرسد و بعد ما در فضای بیکران و کیهان قدم میگیریم. انا همینه آموزش همین حالت هایی که شکل جسمی ندارن در میدان متافیزیک میافتند. برای همین ابن سینا جدا کرده است متافیزیک را نه به علم های عملی نه به علم های نظری و عملی پیوست نکرده است. اگر در شکل جدولی گیریم اگر پیوست کردگی نیست. یعنی متافیزیک همچون علمی که با ذات یا که جوهر هستی داخل دارد، در همین جدول داخل کردگی نیست. یعنی داخل کردگی هست با یگان تش رابطه ندارد. انا که در همین علم های نظریش ابن سینا اینجا فیزیک را و فیزیک نظری و فیزیک عملی و نباتات، مینرال ها و حیوانات و انسان آورده است. فیزیک اینا نشان بده استاد. فیزیک تطبیقی را اینجا آورده است. بعد استرونومی را آورده است. انا که اینجا تیب آورده است، در همین در عمل در نظریوی آورده است تیب. بعد در آخر آورده است فیزیوگنومی که به معنای قیافه شناسی. همین مسئله قیافه شناسی که در ما همچون علم عملی است، سرچشمه بیشترش از ابن سینا میگیرد. از یکی کتابچه های مایده خورد درباره قیافه شناسی هست که همین خیلی قیافه شناسی یکی از سمت های علم خصلت شناسی است، لکن علم خصلت شناسی به همین به انجام نمیرسد. لکن همین قیافه شناسی همین که وقتی که انسان که میبینید از روی قیافه وی بچینی با کدام خلاصه خراکترش مشخص میگه که با گروه تقسیم بندی میشه. این جداگانه آورده است. در همین جدول در علم های نظری ابن سینا متماتیک را آورده است، اریتمتیک را آورده است. در ارسطو گفتیم اینها متماتیک، گیومتریا، منطق، روانشناسی در یک جایگی با زبان و در زبان امروزه علم میگن اینتویسیا، یعنی حدسی و در آخر متن شناسی. اینا همش در علم های تا به تجربوی واردند، اپریوری وارد هستند. همین ها را ابن سینا در علم های نظری آورده است. استرونومی و موسیقی و جغرافیا را در همین ها وارد کرده است. فقط همین قدر که از این گرفته اریتمتیک این شکلی یعنی ساده همه علم های متماتیکی واردن، از آن جمله گیومتری هم، گرچند که علم های گیومتری حاضر خیلی شاخه های زیاد دارند، لیکن در همین پیوست کرده است. حالا که ببینید که اگر از روی جدول بگیریم متافیزیک به هیچ چیز چسباندگی نیست، رابطه‌اش نشان نداده است. از این رو بعضی تحقیقاتچیان میگن که مسئله های متافیزیکی این مسئله الهیات است. نامش الهیات مونده. هرچند که اینطور نیست. این خیلی نیست. مثلا مابعد الطبیعه در معنای اصیل و لغوی هم الهیات نمیشود. نمیشه. اون چیزی بعد از طبیعت است. یعنی جسم دیده و شنیده نمیشود، لیکن از بس که همین حادثه ها در فکر انسان که هستند، از هوا و وقت، یعنی آسمان و بیکران به آخر، کیهان بیکران و وقت هم به اول به آخر، در همین چیزهایی که در دایره این تحقیق کرده میشن، اینا مسئله های خیلی متافیزیک شماری میشن که اگر الهیات بگیم، اگر این میدونه چی میشه؟ تئولوژی میشه که این همین یک بحثی که نافهمی ها، سوء تفاهمی که هستن همین است که متافیزیک را با الهیات یک میدونن، حالا که الهیات همون تئولوژی که شما گفته زمان است. بله همین در جشن امروزی ما دیدگیم استادان و مهمانان از مسکو ترجمه کردن کتابی شفای ابن سینا را، کتاب شفا را ترجمه کردن، در 2 جلد ترجمه کرده شد به زبان روسی. نه، گرچه که در اینجا به زبان تاجیکی هم ترجمه شده بود. همین کردن از ما هم زبان روسی هم ترجمه ترجمه کردن. اونها وارد کردن در همونجا
شیفا را آوردن و در تکش نوشتن که الهیات شناسی یعنی تئولوژیا جلد 1 دیگر شیفا همین جلد 2 تئولوژیا. در این مضمون مسئله الهیات در شیفا هستند، لیکن بغیر از مسئله الهیات با دیگر مسئله از اونشون روانشناسی هم هست. اونجا همین خیلی نامی پرای همون اگر توجه کرده باشید شفا اون نفس است، یعنی دوای جان و نجات نفس و نجاتی خلاص شدن جان از درباره این جوهر معناش همین نه که اینها را جنبش کردن در شکل الهیات تئولوژیا. این البته راست نمی‌بیاد با اون اندیشه سینو مثلا نمی‌توان یک بخش متافیزیک گفت فرض کنیم. خود متافیزیک مفهوم کلان است. این مفهوم وسیع است نه که هر یک علم سرچشمه از همون اصطلاح و از همون کلمه و مفهوم میگیرد که اصطلاح میگیرد که در سرچشمه باشد. ما باید که به همین در وقتی با علم سر و کار داشتن اینو باید که رعایت کردن در کار. از خودمون مرادف زیاد نسازیم، چون که هر یک مرادفی که ما میسازیم معنای اساسی لغوی مفهوم را از بین میبرد. نه اونا رو منسجم کردن نمیشود. در بر برای که از روی نقطه نظری منطق مفهوم ها خرد میشن، وسیع میشن. برای همین باید که ما مرادف اگر که استفاده بریم، مرادف استفاده بردن در کار که معنای اساسی کلمه را بسیار مشخص استفاده بریم، لیکن بحث اصطلاحی است. بله اصطلاح است. بله برای همین این قابل قبول نیست. انا اکنون همین مسئله تقسیمات سینا البته نه بلکه در شرق، ما اکنون وقتی که در شرق میگوییم ما همه شرق در نظر نداریم، برای که تصنیفات در ویدها هم هست، تصنیفات در فرهنگ چین هم هست، هستن اینها. لیکن ما سر و کار داریم سخن درباره تصنیفاتی که در مسلمانی یک حوزه مشخص حوزه مشخص ما سخن میگیم. اونها تصنیفات خودشون دارن که این بسیار بحث دیگر است. علمی دامنه‌دار بسیار سرچشمه‌های خیلی زیادی دارد. لیکن در اروپا از سببی که سرچشمه تصنیفات از ارسطو آغاز می شود و ابن سینا همچون یک شاگردی بگیریم که دوام دهنده کار دوام دهنده تکرار کننده ارسطو نه، دوام دهنده و تکمیل دهنده تعلیمات بغیر از اون چیزی که خودی ابن سینا کرده است، چیزی که در رابطه با ارسطو دخل داشته باشد و همه خیلی از خود نکرده است و اینها را دیگرگون کرده است، از نو بیان کرده است. پره ما گفته نمیتونیم که ابن سینا تمام تعلیمات ارسطو را گرفته نسخه برداری کرده است یا که گفته این خیلی گفتن خطا است، غلط است. انا که همین تصنیفات ارسطو هم سرچشمه تعلیمات تصنیفات سینا شده است و هم در غرب. همین تصنیفاتی که شما کردی چند درصد این تصنیفات ها به نظر گرفته شده است و چند درصد دیگر شما شاخه های این قدر کلان نشان داده که آخرون تحقیقی که انجام داده و اونا را طبقه بندی فهرست کرده خیلی کلان است. هزار چند علم در بر 1312 علم. انا همین بگیم مسئله فلسفه که در سینا در بین گذاشته شده است در تصنیفات امروزه ما من همه خیلی نشان دادم. بعضی کسان مخالف هستند، متخصصان ساحه دیگر که برای چی فلسفه در بین ایستاده است و تقسیم بندی شده است به هستی شناسی و معرفت. این سرچشمه دارد، این هم در سینا دارد هم در ارسطو دارد. برای من خودم فکر میکنم که این اندیشه از نقطه نظر منطقی یگان اشتباه نیست. همین خط با دیگر چی؟ با دیگر طرف اینا گفتن هیچ ممکن نیست، برای اینکه از خود همین فن وسیع‌تر هم در شکل نظری فراگیرتر وجود ندارد، یگان سمت دانش علم وجود ندارد. این همین و همه علم هایی که در اینجا گفته شده است در تصنیفات ما هستند، لیکن همین ها با طریق با مشخص جدا کرده شده، یعنی در تصنیفات بلکه شاخه ها را جدا کردید، از اینا شاخه های کلانتر برگ شاخ دیگر اضافه کردید. ما کوشش کردیم که 1315 علم با طریق منطقی در شکل به هم علاقمندی نشان دهیم در شکل جدول. این خیلی زحمتی خیلی بسیار کلان است. خب همین تصنیفات در اروپا از بیکن آغاز شد، بعد لیبنیز فیلسوف همین تصنیفات کرد،
هگل همینا کرد، کانت همین کار کرد، آرتور شوپنهاور همین کار کرد. آمده در زمان حکومت شوروی کدرف بنی فتح میخش همین تصنیفات پیشنهاد کرد، ولی متاسفانه در وی همه علم ها رو در دو شاخه تقسیم کردن تمام، جمعیتی، طبیعت شناسی. این بسیار محدود شد، این خیلی محدود شد. در دوره نوین یگان تصنیفات نیست که دیگر وجود نداشت که همین ما قابل قبول باشد. برای همین ما از سال 1999 به همین کار آغاز کردیم، به آغاز یک خوشبختانه یک جدول خیلی کلان که پر همه علم ها را در بر گیرد. همین خیلی به همین درجه آمدیم. لیکن در هر صورت تصنیفاتی که ابن سینا پیشنهاد کرده است تصنیفاتی بنیادی که همین شاخه های اساسی پیدایشی و در شکل انتولوژی و معرفت در بر میگیرد. تشکر زیاد. حتما برنامه‌های قبلی که داشتیم سر این موضوع و اون برنامه شما کلاسیفیکاسیون که تصنیفات شما صحبت کردیم و این ادامه میدیم. بار دیگر تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. یک در حاشیه این همایشی بین المللی سهم ابن سینا در علم، فلسفه و تمدن جهانی صحبت خوبی هم کردیم و از تصنیفات و علم شناسی ابن سینا هم یادآور شدیم. یادآور میشیم که در صحبت ما حضور داشتن دکتر علم‌های فلسفه، پروفسور، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دیرکتور مرکز آنتروپولوژی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، استاد محمد علی مظفری. خوش آمدید. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.